غیرقانونی بریدن درخت در سوخت افزایش یافته است. بنا به اطلاع مدیر شعبه نظارت دولتی استفاده حفظ عالمی نباتات، حیوانات و ذخیره‌های ماهی سرریاست حفظ محیط زیست در ولایت سوخت مراد جان اسماعیلov دوام 3 ماه سال روان در حدود ولایت بیش از 150 پروتکل حقوق ویرانکنی مأموری ترتیب داده شده است. از اشخاصی که به بریدن غیرقانونی درخت دست زدند بیش از 45,000 سومانی جریمه ستانیده شده است. در سال 2022 شماره پروتکل ترتیب داده شده حدود ولایت از طرف متخصصان سرریاست و زیرساختار آنها 468 عدد پروتکل حقوق ویرانکنی مأموری ترتیب داده شد اویدی غیرقانونی بریدن درختان. جریمه بسته شده زیاد است 140,000 سومان را تشکیل می‌دهند. سال 2023 باشد پروتکل های ترتیب داده شده از طرف متخصصان سرریاست بعد زیرساختارهای آن در شهر و ناحیه‌ها اویدی غیرقانونی بریدن درختان 578 عدد پروتکل ترتیب داده شد. مبلغ جریمه پیشنهاد شده زیاده 150,000 سومان را تشکیل می‌دهند. اسماعیلov گفت کارمندان سرریاست و زیرساختارهای آن برای بلند برداشتن معرفت اکولوژی شهروندان پیوسته کاربری می‌کنند، اما گاه از ندانستن قانون، گاه دیده و دانسته شهروندان دست به قانون شکنی میزنند. شهروندانی که طلبات ماده 242 کودکس حقوق ویرانکنی مأموری را ویران میکنند جریمه بندی میگردند. هنگام زیاد بودن ضرر به طبیعت رسانیده شده از 30 نشان دهنده بالغ مواد ترتیب داده به مقامات پروکوратура برای آغاز نمودن پرونده جنایتی پیشنهاد کرده می شود. وقتی که پروتکل میتیم از 1 تا 2 عدد 3 عدد پروتکل میشه جریمهش وقتی که 242 گفتم که کودکس حقوق ویرانکنی مأموری پیش بینی شده است با ماده همین ماده پروتکل حقوق ویرانکنی ترتیب داده ضرر از حساب درخت قطر درخت چین کرده می شود با قرار حکومت جمهوری تاجیکستان تصدیق کرده شده است 2014 سال تحت رقم 790 در اساس همون قرار مذکور ضرر حساب و پیشنهاد کرده می شود. امروز یکی از مسئله های مهم اکولوژی بریدن غیرقانونی درخت می باشد. مثلا تشکیلات بین المللی GIZ آید به معمای طبیعت تحقیقات برد. در نتیجه تحقیقات معین شد که از سال 1990 تا سال 2016 در جمهوری 17% بیشه‌زارها نیست و نابود شدند. به گفته متخصصان تشکیلات مذکور برای برقرار کردن 0.5% بیشه‌زارهای نابود شده 10 سال لازم است. متخصصان ساحه اکولوژی برانند که در حالت پیشگیری نکردن بریدن غیرقانونی درخت خطر شمالی شدید، نیست شدن حیوانات نادر و ویرانشوی ترکیب خاک، سیلخیزی و دیگر خطرها به میان می آید. پس برای پیشگیری از این گونه خطرها باید هر فرد که خود عضو وجود ناپذیر طبیعت غمخوار طبیعت باشد.